نمشکار. امیرا جون، میخوام به من در مورد این بگی که اگه بخوام احساساتم رو کنار بذارم و فقط کار کنم، اون موقع تمام کارم این میشه که احساس میکنم وظیفمه که همیشه فقط کاری رو انجام بدم و هیچ وقت ناراحتیم رو ابراز نکنم. تو این مرحله باید چیکار کنم؟ و کلی نوشته‌های دیگه برام نوشتی که بذار اصلا واسه توضیح بدم. سلام که نازنین، به چنل من خوش اومدی. من امیرا هستم. موقعی که من میگم کمتر احساساتی شو، واسه خاطر اینه که تو ویدیوی قبلم گفتم یه سری احساسها غیر مفیدن و به ما کمکی نمیکنن. ابرازش باید بکنی، اما نباید غرق بشی که جلوی بهره‌وری تو رو بگیره. متوجه چی میگم؟ ببین، مطلب اینه که اینجوری که خودت نوشتی گاهی اوقات تمام کارا رو انجام دادی، چه توی کار گروهی، چه جای یک وظیفه‌ای به عهده تو گذاشتن، اون کاری که باید انجام میدادی، نامه‌ای که باید پست میکردی، بسته‌ای که باید میرسوندی، کلی کارهای دیگه، خریدی که باید میکردی، ولی این کارا رو انجام دادی، اما یه جایی یه ناراحتی پیش اومده، از رفتار کسی ناراحت شدی، ولی وقتی که من میگم کمتر احساساتی شو، فکر میکنی که نباید اینو ابراز کنی. نه، منظور من این نیست. من میگم کمتر احساساتی شو که جلوی بهره‌وریت گرفته نشه، جلوی رشدت گرفته نشه. این که میگم از منطق و مغزت استفاده کنی، این که میگم توی احساساتت غرق نشی، این که میگم خودت رو بشناسی، احساسات مختلف و متفاوت خودت رو بشناسی. اما تو قرار نیست کیسه بوکس بقیه باشی که. من اینو نگفتم. این که مثلا هر کسی هر جوری هر زمان رفتار کنه و تو سکوت کنی، انجام بدی، سکوت، اون احساساتو ابراز نکنی. نو، من گفتم میتونین ابراز کنی، اما نباید اجازه بدین که اینا شما رو به زنجیر بکشه و شما رو یه جا نگه داره و نذاره که رشد کنی بری جلو. منظور من اینه. وقتی که از رفتار کسی ناراحت میشی، مثلا ببین دارین کار گروهی انجام میدین، اوکی؟ داری اینجوری که خودت گفتی کلی بسته‌بندی انجام میدی که باید برسونی اداره پست برسه دست مشتری ها. اون روز آخرین روز بسته‌ها رو دقیقه 90 شده همه کارا. چند نفر هستین؟ اون سر اون یکی داد میزنه، اون بسته رو میاره، اون میگه آدرسا رو زدی، اون میگه نمیدونم بارکد رو اشتباه نزدی فلانو. تمام این کارا رو انجام میدی، میدونی که اون لحظه نمیتونی وایسی وسط بگی من هیچ کاری انجام نمیدم، تو چرا همچین رفتاری با من کردی. کاراتو انجام میدی، کارا که انجام شد، بسته رو که بردین، بعد اون شخصی که مدیر تو هست، همکار تو هست، کالیک تو هست، باش ترمیم بذار. بگو که اونجا اون حرف رو زدی، اون رفتار رو کردی، دلیل رفتار چی بود؟ من ناراحت شدم. بگو که ناراحت شدی. من نمیگم که کیسه بوکس باشی و مدام هر کی هر چی گفت همینجوری بیای پایین. عزت نفس خودت رو بخوای خورد و خاک شیرش کنی. من اینو نگفتم. گفتم احساساتی، کمتر احساساتی شو. از منطق هم استفاده کن. پس خیلی مهمه که بدونی چه کار باید بکنی. میگم که هر چقدر تجربت بیشتر بشه، بهتر متوجه میشی که رفتاری که یکی باهات کرد آیا به دلیل اضطرابی بوده که اون لحظه داشته، آیا به دلیل این بود که اون لحظه داشتین یه کار گروهی رو انجام میدادین، توی نیم ساعت بعد مثلا چه میدونم 50-60 تا بسته رو جمع میکردین و بارکد میزدین و آدرس‌ها رو ثبت میکردین و توی سیستم میزدین و آماده میکردین که بدین به ماشین پست که ببره.
همتون اون لحظه استرس داشتین، ولی به فکر چی بودین؟ اینکه کار تموم بشه. اما وقتی که تموم شد، اون روز، عصر اون روز، فردای اون روز ابراز کن. اگه اون روز نتونستی ابراز کنی، اون روز برای خودت توی جورنال، توی دفتر خودت که می‌نویسی اتفاقای روز خودت رو که نوشتن تراپی رو داری انجام میدی، که ویدیوش هم هست برای اونایی که میخوان بدونن چی هست و چه تأثیری توی تراپی وجودمون داره، واسه خودت بنویس. بعد فردای اون روز به طرف بگو. تجربیاتتو با خودت به خواب نبر. دقیقا مثل این که میگن مثلا پارتنرها یا زن و شوهرها یا همکارها یا دوستهای خیلی صمیمی یا همخونه ها اگه با هم از هم خیلی ناراحت هستن، نباید بدون اینکه در موردش صحبت کنن برن بخوابن. توی روانشون اثر میذاره، توی روابطشون اثر میذاره. پس تو هم نباید اینو توی وجود خودت بذاری، با اون دفترت در میون بذار تا از توی وجودت بیاد بیرون، سبک بشه، چون به روان خودت اثر میذاره و هیچکی نباید توی دنیا مهمتر از خودت برای خودت باشه. اوکی؟ پس فکر میکنم الان متوجه شدی که منظور من چیه. اگه سوال دیگه داشتی برام بنویس. این ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن چنل من رو. نوتیفیکیشن اگه میخوای واسه بیاد بعد زنگوله رو روشن کنی و سوالی که داری رو برام کامنت کن، نظرتو کامنت کن، حتما میخونم. و اگه سوال شما مفید بود حتما ویدیو براش میسازم تا حدی که آگاهی داشته باشم. ویدیو براش درست میکنم. همیشه یادت باشه که از تو فقط یه دونه هست. نه تو میتونی جای کسی رو بگیری، نه کسی دیگه میتونه جای تو رو بگیره. اینو همیشه یادت باشه. در پناه عشق خداوند عاشق باشی همیشه تا ابد و فراتر از اون. اوکی؟ دوست دارم. عاشق. امیرا رانی.